کودک‌ها که جور شده. فرهناز دختر جان اومدی؟ بیا بچم. چی باید فراد میکنین؟ ما اگر گشنه باشم خودم میام میخرم. در عصبم رسیدین. وقت من نگیرن قبیسیو. من میدرم دیگه فراد نکنین مرا. ماما چیه؟ بچه یا چه؟ دیل یا چه؟ بیا خوراک خوریم بچم. بچه جان وای دیلم بچه جان باش فرزندانم عزیزانم شما پدر و مادر رو قدرش رو در زندگانی دانید. ما پدر و مادر و مهر و محبت شما نیاز داریم و صحبت شما نیاز داریم. آخر وقتا شما فراموش کرده اید که در خانه مادر دارید. نه صحبت میکنید با من نه خوراک میخورید. ای کاش مادرم زنده می بود و همراهش یک لحظه صحبت میکردم.